اتحدى اي رئيس دولة بالعالم يحكي هذا الحكي وبنص امريكا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه. و یک حکومت کاملا نجات پرست را در سرزمین اشغالی فلسطین برپا کردند و در واقع به بهانه جبران صدمات نجات پرستی خواهش میکنم منشأ جنگ‌های اخیر نظیر حمله آمریکا به عراق و یا لشکرکشی گسترده This